خیانتکارترین بازیکن فوتبالی دنیا کیه؟ با من همراه باشید. تبریک میگم، شما حامله اید. اما شوکه ترین اتفاقی که توی انگلیس افتاد و خیانتی که خیلی فاش شد بین بازیکن اسبق انگلیس و بازیکن فوق‌العاده و کاپیتان تیم ملی انگلیس و چلسی افتاد. دو هم تیمی و دو رفیق به نام جان تری و وین بریج. اما داستان درست انگلیسی ها ولی کلا شباهت زیادی به فیلم های ترکی داره. سال 2010 بوده، کاپیتان اسبق تیم ملی انگلیس و تیم چلسی به رفیق صمیمیش خیانت میکنه. جان تری درسته که زن و بچه داشته ولی میره و با زن رفیقش میرزه رو هم. وین بریج بسیار اعصابش خورد میشه، زنش پروسنلی بوده و اینقدر هوادارا میفهمن و مسخرش میکنن، اینقدر رسانه‌ای میشه که آبرو حیثیت جان تری میره. اما داستان به اینجا ختم نمیشه. وین بریج اینقدر ناراحت بوده که گفته که آقا تو هر تیمی که جان تری باشه من به هیچ عنوان دیگه نمیرم، پامو نمیذارم، حتی حاضر نیستم که باش بازی بکنم و باش بازی رو در رو انجام بدم. به همینجا باز هم ختم نمیشه. سرمربی اسبق تیم ملی انگلیس کاپلو بوده. کاپلو جان تریو میندازه بیرون و به تیم ملی دعوتش دیگه نمیکنه، فقط به یک دلیل، برای اینکه همدلی و هماهنگی و همفکری بازیکن‌ها به هم نریزه. خلاصه اینقدر رسانه‌ای شده بوده که توی چند سال جان تری دوچار این خبرها بوده، دوچار این مشکلات بوده. به هر حال خیانت نکنی. سابسکرایب یادتون نره، دکمه زنگوله رو یادتون نره، کامنت برام بذارین، کامنت نمیذارین ها، لایک هم فراموش نشه، برای دوستاتونم ویدیو رو بفرستین. دوستتون دارم. فعلا.